ادامه. زندگی در دچه استپان. دچه استپان یک خانه دو طبقه قدیمی بود که با ته‌تاب مستحکم و فرش و سقف از چوب سرو و صنوبر می توانست 100 سال دیگر به صاحبش خدمت کند. استپان هم ظاهراً به درستی تصمیم خود شک داشت که در بین حوله سبز و خرم باز ایستاد و سر تا پای بنای قدیمی ساخت را با نگاهش نوازش کرد. شاید باور نداشت که بالاخره ساختمان را خراب میکند، اما آمدن یکای نعمت این دو دلگی را باطل میساخت. او ستونهای مستحکم بنا را لمس کرد. Я здесь родился, вырос, здесь женился, и в том доме родился мой первенец. До сих пор чувствую тепло рук отца в этих стенах. اما بعد به قصرهای زمانوی همسایش نگاه کرد و دست افشاند و سره به ماشین нишаст تا از تصمیم ساختمان منصرف نشود. Я там еду принес, можете пообедать, приеду завтра, позвони, если что-то понадобится. استپان آدم خوبی بود، به کارگر مردم احترام داشت، از آنها مراقبت میکرد، نمیگذاشت که یگان خادم پلیس به خانه نزدیک شود. آن شب را ما با تناول غذاهای خوشمزه استپان و قصه های جالب یکای نعمت از تجربه مهاجرت، از فرزندانش، از نبیره‌اش که بعد 3 ماه به دنیا می آید تا نصف رساندیم. خسته بودیم اما خوابمان نمی آمد. می خواستم او نیز از من درباره زندگیم سوال کند تا در پاسخ مهربانی هایش داستان زندگیم را با او قصه کنم، اما چیزی نمی پرسید. او گویا سرنوشت من را بهتر از من می دانست. این بهترین شب زندگی من در یک سرزمین بیگانه بود. یکای نعمت از شمار مهاجران مهنتی که قبلا با او همکاری داشتند و حالا در گرد و اطراف کار می جستند یک دسته کاری تأسیس داد. انسان‌های شریف و دوست داشتنی بودند. چنان به خانواده‌های خود صداقت داشتند، آنقدر برای شکم سیر بچه‌هایشان زحمت می‌کشیدند که حالا هم اگر از آنها یاد کنم چشمانم نم می‌کشند. اگرچه کمرهایشان در زیر بار آوارهای سنگین خانه استپان له می‌شد و جویه‌های عرق شور در چهره‌های خاک‌آلودشان خریطه می‌کشید، ولی خوشحال بودند که جای کار دارند و می‌توانند به خانواده‌هایشان پول بفرستند. یکی برای پدر مریضش پول جمع کرد، یکی می‌خواست برای بچه‌هایش خانه بخرد، دیگری برای ازدواج مبلغ ذخیره می‌کرد. خلاصه هر کس یک سرگردانی داشت. چقدر سریع کار می‌کردند آنها. تنها برای نمازگزاری و نهار از کار منصرف می‌شدند. این بود که در 2-3 هفته نمی خانه استپان مثل نهنگ در ساحل مرده گوشتش رفت و تنها قابش ماند. بعضی شبها در گرد سفره غریبی با ظرافت و لطیفه گویی سپری میشد. میگفتند و میخندیدند و به ترانه های شهاب‌الدین که آواز خدادادش دلها را تسخیر میکرد گوش میدادند. شهاب‌الدین دوتار پرنقش و نگارش را روی سبزه حوله استپان جور میکرد و ترانه مادر را میسرود. غذای نیمه خورده کارگران که شاید آن لحظه احساس کودکی بر آنها غالب می آمد در کامشان تلخ می شد. گمانم هیچ کس به اندازه مردی از وطن دور افتاده تاجیک مادرش را دوست نمی دارد. از صدای شهاب‌الدین خوشم می آمد، اما نمی خواستم ترانه مادر را بسراید، به این دلیل که احساس خواری و زاری می کردم و بغض گلویم را می فشرد. بچه ها را زیغ نکن شهاب‌الدین، یگان سرود شاد بخوان، می گفت یکای نعمت و شهاب‌الدین سازش را به آهنگ دیگر جور می کرد. مهاجران تا نیم شب می رقصیدند و با شهاب‌الدین هم آواز می شدند و بعد خمیازه کشان به قسمت هنوز آباد خانه استپان خزیده سر به بالین می گذاشتند. برخی را زود خواب می برد، اما آنهایی که همسر جوان داشتند در گوشه های از نظرها پنهان باغ و گفتگوهای عاشقانه می پرداختند. سکوت شب زمزمای عاشقانه آنها را به اطراف پخش می کرد و آهنگ های این انسامبل محرمانه به گوش من هم می رسید. می دانستم که شنیدن صحبت بیگانگان یک عادت بد است، اما گناه سکوت شب بود که این نغمه ها را به گوشم می رساند. من به این صداهای نرم و مهربان نیمه شبی عادت کردم و همانطور که صدای خوانش چرچرک خوابم را می آورد، گفتگوهای عاشقانه نیز به من آرامش می بخشیدند
و گاهو مرا به یاد مادر بیچاره‌ام می‌انداختند که هر بازگشت پدرم برایش مانند توی بود. از خوشحالی چندین نوع غذا می‌پخت، خانه را پاک می‌شست، زیباترین پیراهنش را می‌پوشید و یگانه حلقه طلایش را به گوش می‌کرد. پدرم برای 1 یا 2 روز می‌آمد، با احتیاط می‌آمد. شاید می‌ترسید که مبادا خانواده دیگرش از وجود ما با خبر شود. مهربانی‌هایش هم با ما آلوده با خجالت بود، مثل مهربانی یک مهمان با بچه صاحب خانه. شاید می‌ترسید که ما را دوست دارد و عادت کند و دیگر از ما بریده نتواند. نمی‌دانم چی درد داشت، تنها همین را می‌دانم که او برای مادرم مثل نفس بود. او می‌رفت و مادرم غمباده می‌گرفت، پژمرده می‌شد، ساعتها به یک نقطه زل می‌زد، از خورد و خوراک می‌ماند و به گفته مادر بزرگم روزه مریم می‌گرفت. در غربت دلم برای مادرم بیشتر تنگ می‌شد، اما خاطراتش هم مثل خودش پر از رنج و بدبختی بود. روزهای شادش به یادم نمی آمدند و چهره زیبایش از خاطرم زدوده می‌شد. از او در یاد من همان تخت بیمارستان ماند و عذابهایش و چهره ورماسیده‌اش که شبیه خودش نبود. او از مردن پدرم پس از 2 روز تصادفی از کدام شناسی آگاه شد و مثل دیوانه‌ها مویکنان و سینه زنان تا خانه رسید. خانه‌ام سوخت، خانه‌ام سوخت می گفت و سر به دیوار می زد. ما از ترس به هر کنج خانه پناه می بردیم. نمیدانم، شاید حرف من کفر باشد، اما نبودن پدرم چیزی را در زندگی من دیگر نکرد. این مادرم بود که مثل شم روز تا روز آب می شد و سرانجام غصه و اندوه بی پایانش به سرطان پیچید. دیگر به ما فکر نمی کرد. می دانست که از زندگیش چیزی نمانده است. شاید می خواست بمیرد. احتمال مرگ آخرین گزینه رها شدن از اندوه نبودن یک فردی برایش عزیز بود. مریضیش دیر نکشید. مادرم در سر سال مرگ پدرم از دنیا گذشت. روزی که او را به خاک سپردیم، مولای محله ناصحانه گفت که از شما کار برنمیآید، در حقش دعا کنید تا آخرتش آباد باشد. خدا رحمت کند مادر جان، جایت جنت باشد. صادقانه بگویم تا آمدم به این سرزمین از مذهب و بحث‌های مذهبی دور بودم. دینداری خانواده ما تنها به روزه‌داری و نمازگزاری در ماه مبارک رمضان محدود می‌شد. مادر بزرگم از فارغبالی دخترش ناراحت بود و می گفت دینداری های تو و بچه هات شبیه تحصیل غایبانه است که سال 1 بار اتفاق می افتد. او سعی می کرد خلای مذهبی خانواده ما را پر کند. خودش سواد دینی نداشت. تمام عمر نماز را با 4 سوره قاری از یاد می خواند. سالی که به 12 قدم می گذاشتم، مادر بزرگم برای 1 هفته مهمانی آمد و می گفت مواظب باش، تو به سینی رسیدی که فرشته های کتف راست و چپت گناهایت را در دفتر اعمالت می نویسند و روز قیامت پیشت می گذارند. همان سال مرا در ماه مبارک رمضان به روزه‌داری تشویق کرد. روز اول گرسنگی را تا غروب آفتاب تحمل کردم و فردا روزم را شکستم. مادر بزرگم عصبانی شد و گفت که سیب از درخت دور نمی افتد. اما در غربت انسان دلتنگی های خود را در مناجات با خدا رفع می کرده است و آرامش و صبر را در پیشگاه خداوند می یافته است. در بین دوستان جدیدم استاد کندکار بود با نام میسحابیدین که به چوب روح می بخشید و کندکاری های می کرد که چشم از دیدنش خیره می شد. شاید 22 سال داشت یا جوانتر بود، یاد ندارم. پوست رنگ پریده داشت، مثل که عمر روی آفتاب را ندیده بود. چشمانی مثل زغال سیاهش عضوهای دیگری صورتش را در حریر آن پوستی سفید نظرناگیر می کردند. از کدام دهکده دوری کوهستان آمد و دیرتر از دیگران به گروه ما پیوست. انسانی با دیانت و فروتنی بود. می گفتند در نزد کدام شیخ شناخته درس دینی گرفته است. خیلی شرمگین بود. وقتی از او درباره مسائل دینی سوال می‌کردند، گونه‌های رنگ پریده‌اش گلابی می‌شد و طوری صحبت می‌کرد که انگار در نزد استادش امتحان می‌سپارد. شاید اشتباه کنم، اما به نظرم می‌رسید که او با من بیشتر احساس راحتی می‌کند. در حضور من نطقش بازتر می‌شد. از مرگ و زندگی می‌گفت، از گناه و ثواب می‌گفت، از برزخ و قیامت می‌گفت.
درباره مرگ آنقدر راحت صحبت میکرد که انگار نه درباره نابودی جان و تن بلکه درباره یک مهمانی طولانی حرف میزد. با درک ناچیز از دین و شریعت و آیین من برای مصباح‌الدین همصحبت خوبی نبودم، اما مخاطب خوب بودم. ساعتها به حدیث و داستانهای مذهبیش گوش میدادم. چنین علاقمندی را من بار اول زمان تجربه کردم که برایم پلی استیشن خریده بودند. علاقمندی من به صحبت‌های مصباح‌الدین از دلتنگی برای مادرم بود. خیلی دلم می‌خواست که مادرم در آن دنیا خوشحال باشد. مرگ پایان زندگی نیست. گذار از یک دنیا به دنیای دیگر است، جایی که زندگی ابدی آغاز می شود. در بین این دنیا و آن دنیا دنیای دیگری است با نام برزخ. پس از مردن تن انسان جزء از خاک می شود، ولی روح تا فرارسی روز قیامت در برزخ می ماند. روح همه گذشته ها در برزخ است. روح مادر تو هم. او مرا می بیند، آنها مرا نمی بینند، اما گاهی به خوابمان می آیند و ما را از وقوع اتفاقات ناخوش آگاه می کنند. مصباح‌الدین، تو از مردن نمی ترسی؟ نمی ترسم. ما هر شب وقت چشم می پوشیم و به خواب می رویم، روحمان از تن جدا می شود ولی باز بر می گردد چون خدا این را می خواهد. خواب هم شبیه مردن است. به حرفایش درباره مرگ و میر با شبهه گوش می دادم. آخر چگونه با او بگویم که من چهره وحشتناک مرگ را در سر بالین مادرم دیدم و نفس سرد او را در لبان آبی مادرم احساس کردم. هرچی هم باشد من اولین درس مذهبی را از مصباح‌الدین آموختم. زندگی در کنار یکی نعمت شادی‌ترین دوران اقامت من در این سرزمین بیگانه بود. او نمیگذاشت که باری سنگین بردارم. میگفت قامتم از سبزیش میماند. من اساساً با آشپز اکای محمد کمک میکردم. آب می آوردم، سبزوات پاک میکردم و گاه با عرابه خشت میکشاندم. محصولات غذایی را استپان می آورد و تا شام به لنینگراد برمیگشت تا از پلاو تعریفی محمد که در وادی وخش آشپز بهترین بود است بینصیب نماند. او از کار نعمت و استوهای دیگر راضی بود و می گفت که با این سرعت خانه زمستانه تا فرارسی سردی ها آماده می شود. محمد مرد مهربان و حلال کاری بود، مثل یکی نعمت. دلش به حال من می سوخت. همیشه برایم غذای علاوگی می داد. می گفت تو را وقت شوخی و بازیت است بچه. حیف که بر محل به حیات پرتشویش مهاجرت وارد شدی. شاید اکای نعمت و محمد در سیمای من پسران خود را می دیدند. خطهای سبزی گذار کودکی و نورسی را در چهره من مشاهده می کردند و قلبهایشان از غصه فشرده می شد. بچه های فراری مثل من در روسیه کم نبودند. بعضی ها را بخت آمد می کرد و کدام از مهاجران دلسوزی مثل اکای نعمت آنها را زیر پر می کرد. برخی از بی‌صاحبی بی‌درک می شدند. استپان معاش را آخر ماه می آورد و چشمان کارگران از خوشحالی برق می زد. نعمت вижу малой тоже трудится. Могу добавить его зарплату к твоей. Нет, Степан, у нас разные карманы. Он работает наравне со всеми. Дай ему то, что причитается. بار اول وقت استپان به من 6000 روبل داد از خوشحالی دست پاچه شدم. اسکناس ها را گشته و برگشته می شمردم. گویا هر بار بشمرم تعداد آنها بیشتر می شود. آرزوی تلفن همراه مرا هیجانی می کرد. پولهایت را صرف نکن. تیر ماه یکی از بچه ها به دوشنبه می رود. به خواهرانت پول بفرست. گفت نعمت و راست به چشمان من نگاه کرد. گویا می خواست احساس مسئولیت شناسی مرا امتحان کند. آنها به کمک تو نیاز دارند. خجالت کشیدم که چرا فکر خواهران محتاجم به ذهن خودم نامد. پول را به اکای نعمت دادم. این دست شما باشد بهتر است. گفتم با صدای گرفته و با آرزوی تلفن همراه خداحافظی کردم. با من بیا. او مرا به سوی نیمه آبادی خانه استپان هدایت کرد که هنوز خوابگاه موقتی کارگران بود. تخت خوابش را یک طرف کشید و تخته کاواک فرش را برداشت. من پولهایم را اینجا نگاه می دارم. باز گمان نکنی که به بچه ها اعتماد ندارم. دارم. آنها آدمان صادق و پاک دلند، اما در مسافرت هر اتفاق امکان پذیر است. من با آن پنهانگاه یک نگاه کوتاه انداختم و خود را عقب کشیدم. حس عجیب داشتم، چیز شبیه افتخار. من از اعتماد این مرد کلانسال به یک نورس ناشناس
متأثر شدم. این اولین و مهمترین اعتماد در تمام عمرم بود. درستی حرف یکای نعمت را دیرتر فهمیدم. در سرزمین بیگانه هیچ چیز تلختر و دردناکتر از خیانت یک هموطن نیست. 6 ماه عمر من در غربت مثل یک میجه زدن گذشت. خانه میراثی استپان هم به خاک یکسان شد و جای آن ساختمان زیبای زمانوی با پنجره های از سقف تا زمین قد کشید. کارگران معاش خود را ماه به ماه به خانواده هایشان می فرستادند. تنها مقدار کمی پول را با خود نگاه می داشتند. خیلی کم خرج بودند. حتی دلشان نمی شد از دکان سر راه برای خود یخماس بخرند. همسران آنها حتی تصور نمی کردند که هر تنگه مهاجر با چه سختی با زغزغ استخوان‌های دردمند، شکم‌های نیمه خالی و شانه‌های خمزده به دست می‌آید. ساختمان به اتمام رسید و کارگران اکنون آخرین جزئیات کوچک حجیره‌ها را کامل می‌کردند. استپان از شادی معاش آنها را با علاوه جایزه مالی بیش از پیش آورد و آن شام کارگران از شادی به هر گوشه خزیدند تا این خبر خوشحال کننده را به خانواده هایشان برسانند. اکای نعمت که بعد گستردن فرش نو پولهای مرا از ذخیره‌گاه پیشین به شفتی بالخانه کوچانید، بسته پولها را به من داد و با گوشه ابروی خمزده‌اش به بالاخانه اشاره کرد. بیچاره کارگرها آنقدر خوشحال و چشم سیر بودند که بار اول آش پخته یکای محمد در طبقهای نیم خالی به آشخانه برگشت. ما همه در تالار بزرگ آشانه اول خواب داشتیم که بسیار گرم بود و بالا پوشی رخت زیاد طلب نمی کرد. کارگران برنامه بازگشت را می کشیدند و برایشان مهم نبود که این 2-3 روز را در چه شرایط سپری می کنند. اما نیمه شب زمانی که خاموشی اطراف را تنها عکاس سگ‌های بدواهمه ساکنان خانه‌های تابستانی خللدار می‌کرد و مهاجران با چهره‌های شاد سر به بالین گذاشتند، ناگهان چراغ خانه روشن شد و ما خود را در رو برای یک گروه آدمان مسلح با زنجیر و کارد و تبر دریافتیم. تا حال نمی‌دانم آنها چی طور آمدند که ما صدای پایشان را نشنیدیم. تحولات بعدی مثل فیلم‌های باندیتی بود. آنها مهاجران خواب‌آلود را با مشت و لغت رو به دیوار قطار کردند. تنها اکای محمد با ما نبود. او چون همیشه در آشخانه گرم می‌خوابید تا سگ و گربه‌های ویلگرد گوشت و مواد دیگر را به یغما نبرند. مهاجران تاجیک بودند، با زبان ما صحبت می‌کردند. سرکرده‌شان مردی غلبنگی بود. مشت‌های بزرگش هندلک نورسی را می‌ماند. در دست تپانچه داشت و با زبان لکنت دارش مادر و خواهر مهاجران را حقارت می‌داد و امر می‌کرد که فلانی آچه‌ها پولها را برآرید. 5 نفر دیگر به هر کنج پراکنده شده لباس‌های مهاجران را تگرو می‌کردند. نمی‌دانم از ذهن همکارانم چی می‌گذشت. شاید آنها در گذشته همچنین شبخونها را تجربه کردند که به مقاومت یک خم شده معاش با زحمت آمده را از زیر بالشت و رخت خواب بیرون آوردند. من با اکای نعمت جفت شدم. تنش می لرزید. بیچاره ماها پول جمع کرد تا برای بچه هایش خانه جدید بسازد. برای تو فرمان علاهیده در کار است. برار پولهایت را. فریاد زد مردی توتله و از کشتل اکای نعمت کشید. پولها را امروز به خانه فرستادم. یگان تنگه ندارم. آواز اکای نعمت بیچاره حالانه لرزید. مرد خرس مانند نزدیک شد و ماله تپانچه را به پیشانه اکای نعمت گذاشت. اجل سکی رسید. در دیوار مسجد میزد، گفت او در حالی که دندانهایش از قهر صدا میدادند. اکای نعمت چیزی نگفت، تنها زانوانش خم زدند، مثل که میخواست پیش این پلید به زانو بزند. جای خواب این کوتی کجاست؟ مردی غول آنقدر بلند فریاد زد که گمانم پژواسی صدای او از این خانه خالی به سراسر روستا پهن شد. کسی از کارگران سر بلند نکرد. اوبوشان اکنون مشت‌های گره بسته خود را به سر آنها بلند کردند که اکای نعمت جای خوابم اونجاست. گفت تمام این مدت یک اندیشه ذهنم را بند میکرد که اگر مرا تحت ضرب و شتم بگیرند آیا طاقت این را دارم که جای پولهای اکای نعمت را به این پلیدها نشان دهم. کافتکوی جای خواب اکای نعمت نتیجه نداد و مرد خرسمانند با مشتی بزرگش به شکم اکای نعمت ضربه زد و او را از پای افکاند. من ناخودآگاه فریاد کشیدم. او به من نزدیک شد. صغیره، رو پولهای پدرت را بیار.
ногоҳ аз ким куҷои вуҷудам ҷасорати то ҳол бароям ношиносе берун ҷаҳид, ки ҷӯш мезад ва тарсро дар чашмонам саркӯб мекард. рост ба чеҳраи гургмонанди он авбош нигоҳ кардам ва ба худ қавл додам, ки ҳатто агар сарам ба бод биравад, ҷойҳои пулякаи неъматро ошкор намекунам. он мард аз ин ҷасорат, ки беибо ба чашмонаш нигоҳ кардам, ба хашм омад ва даст ба хирхаи ман бурду маро то сақфи девор бардошт ва бо шаст ба замин афканд. хаёл кардам, ки стуни фақаротам шикаст. хам шуду мехост дубора маро ба сақф бардорад, аммо дар ҳавли ҷон аз банди дасташ гоз гирифтам. оҳ онаи туро, гуфту фарёди ҷонкоҳе кашид ва мушти дигараш рост ба сарам бархӯрд ва ман аз ҳуш рафтам. дигар чизеро ёд надорам. аз садои Степан ба ҳуш омадам, ки ҳодисаро ба кадом як марди бегона шаҳр медод. ангуштони сардамро акаи Неъмат молиш медод. дастони шахшули ӯро, ки борҳо сару рӯямро навозиш карданд, аз байни 100 дасти дигар ташхис медодам. мадаясно мат кашид садои ношинос. чашмони варамидаро ба сахтӣ боз кардам. ингор маро замбур газида буд. сарам дард кард ва як пардаи часпонак намегузошт пилкҳоям аз ҳам ҷудо шаванд. Дядя Степан, их ограбили свои же соотечественники. Это банда давно орудует в Ленинградской области. Они связаны с другими криминальными группировками. Ничего не обещаю, проверю по своим каналам. А мальчика отведите в больницу. У него, кажется, сильное сотрясение мозга. Илова кард ҳамсӯҳбати Степан, ки тавре бадтар фаҳмидам капитани полис будааст. шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.